درود همزبانان عالی قدر. در ایتالیا چمپیونات جهان از روی شاهمات در بین نورسانی از 14 تا 18 ساله به پایان رسید که در آن از 92 کشور دنیا 760 نفر برای غلبه تلاش ورزیدند. خواننده صنف هشتم مکتب میانه رقمی 42 شهر سمرقند افروزه همدمова بین همسالان خود چمپیون جهان شد که در بین دختران نخستین قهرمان است. وقتی که افروزه با جام جهان از ایتالیا به وطن برگشت، در فرودگاه هوایی او را به طور تنتنوی پیشواز گرفتند. من خرسان از اون هستم که خواهرم امروز چمپیون جهان شد. اصل خانه به شغل میارزیم. استادمان پدرم می باشد. من از 6 ساله، خواهرم از 4 ساله با شахمат مشغول هستیم. در خانه وقتی که ما شахمат بازی میکنیم، خواهرم من با دیده سال نقصتر بازی میکرد. پدرم میگفتن که پسرم تو هم حرکت کن، یکم جا گفتم به چمپیون شب میگفتن. در آینده ما هم چمپیون جهان شدن و کلان امیدا داریم. برای این باید ما مولتر حرکت کنیم، بالای خودمون مولتر کار کنیم. افروزه در بین همسالانش با غیرت و شجاعت، انتظامناکی، قطعیت فرق داشت که در مدت کوتاه کامیابی‌های نظررس را به دست آورده مربیان را به حیرت گذاشت. ما امروز خیلی خرسندیم. دختر ما، دختر سمرقندی افروزه چمپیون جهان شدم. در جمهوری ازبکستان این اولین بار. پدرش اکبر حکیموف، خودش مربیش، ترینرش پیشتر ما خدا رحمته شعبک امرخلفم ترینر کرده بودم. شما میدونید قراری پرزیدنت ازبکستان برآمدگی از 3 تا قرارش برآمدگی بودن. شوکت میرمانوفچ برای شахмат رواج دادن. دستگیری کردن بچه‌ها. من این نتیجهش، این قرار، این نتیجه قرار است. این مسابقه در مونتسیلوین شهر ایتالیا از ازبکستان 3 نفر اشتراک کردند. افروزه از سمرقند، باز گلدانه کریم و سمرقند اونم نقض بازی کرد، هفتم جای گرفت و یک تاشکندی پسر بین 14 ساله کوزیف میرعزیز. او در 7 سالگی در ایران، سپس در برزیل، روسیه، رومانیا، قزاقستان، ترکیه و شاهصوفه بلند برآمد. باید تاکید نمود که حالا در سمرقند 7 نفر گریسمیستر همچون اعضای دسته منتخب جمهوری شرف کشور ما را حمایه می‌کنند. ota-ona uchun farzandini kamolini ko'rish, uni yutug'ini ko'rish eng katta baxt bo'lsa kerak, ayniqsa ona uchun. Men ham shu baxtni his qildim. O'ninchi shu oxirgi o'yinda dadalari telefon qilib menga tabriklayman, qizing chempion bo'ldi deganlarida, yo'q hali bitta tur bor-ku desam, yo'q bu oldindan bitta tur hali o'ynamasdan chempion bo'ldi deganlarida rost quvonchim ichimga sig'madi. Chunki men bu kunni rost kutgandim. Uni ta'riflab berish juda ham qiyin. همدمova افروزه اکبرونا 25 فوریه سال 2009 در ناحیه سریاسیای ولایت سرخندریا همچون فرزند دوم عائله زیایی تولد شده است. پدر و مادرش اکبر حکیموف و شبنم اسمتووا که دست پروران دانشگاه دولتی سمرقند هستند، این شهر باستانی را خیلی دوست می داشتند و محض همین مهر سبب در صیقل روی زمین استقامت کردن این عائله جوان گردیده است. جهان چمپیونات شد بعد سال اونجا به 90 مملکت حیثیت بازیگر آمد. اون تورنیر این مهم تورنیرهای یک جهانی بود. رقیبانم زود بود و وقتی تنگ باز کردن شرف بود و همیشه بودیدن و من این تورنیر به باز کردم و اونجا من یکم تو دل موندن بس من اونجا دوم جا سوم جا میگرم افتول کردم لیکن یکم جا میگرم افتول خیالم به نامده بود. این تورنیر یک این کلان تورنیری من حساب می رود. مربی اولین من دادم. من از 4 سالگیم شахмат باز کردن سر کردم. از 5 سالگیم تورنیرها باز کردم.
از 5 سالگی تورنیرهای ولایت، شهر، ریسپوبلیکا به باز کردیم و از 7 سالگی تورنیرهای در مملکت خارجی به باز کردن سر کردیم. من از نام خودم، از نام آدما در پرزیدنت ما میnnetdاری بیان میکنم. من از این خصوصا هستم که با من 6 تای خواستگار موافق خواستگار به 11 و 2 سالگی شدم. ما با مقصد این دخترک چمپیون را به مخلصان از نزدیک معرفی نمودن به خانهشان تشریف فرمودیم و افروزه را با برادر سیاوش که نیز چمپیون ازبکستان آید با شاهمات است سرگرم بازی دریافتیم. افروزه در کودکیش به دیگر کودک مانند نبود. 2.5 ساله شدگیش الکی و حرفا رو میشناخت. رنگ ها رو میدونست با 3 زبان، روسی، انگلیسی، تاجیکی الکی میدونست و در سن 3-4 سالگیش الکی و نوشته میتونست. یک چیز رو گوید اگر تیز از خود میکرد، ذهنی خوب داشت و پی بردیم که این یک قابلیتی دیگر جداگانه داره. باید این شغل ورزیم نباید این کار کردن در کار و پدرش که بسیارتر کار داشتن. من با فرزندان میموندم بچه‌ها. من گفتم این رو به شахمت مونیم، خودتون شахمت باز کرد که اینا مونیم که زور گفته میرود. گفتم اینا گفتن خیلی من خودشان اول سرش یاد دادن. گفتم من وقتم اینقدر نشده استاده از استادم بودن پیش همون کس بر گفتم و من دویش را گرفته بردم پیش شهاب که همراه قلوف. کس یکم دیدن و یک بازی دارنده دیدن و گفتن که شد من افروزه چمپیونی ازبکستان میکنم. گفتن 1 سال شغل ورزیدن و الکی از سن 5 سالگیش و به چمپیونات ها برآمده و البته موفقیتی وی رو دیده خرسند میشویم. یک حسیات عجیب میگذرد، فخر میکنه و از این هم باز به قله‌های بلند برآمده نشده با حرکت میکنیم، با دعا میکنیم. میخواهم که هر یک مادر وقتی فرزند کمال فرزندش رو بیند. وقتی که 4 ساله بود پدرش اکبرجان حکیموف با عمک‌هایش روی تخت دانه رانده کلمه های کیشت، مات، فرزین، روح استفاده می بردند که برای او تماما بیگانه بودند. از بازی و وجه آمده در غیب قبلگاهش تخته شاهمات را گرفته گویا می بازید و به حریفش مات می گذاشت. افروزه فرزند دومین من حساب می شود. در 5 سالگیش وی چمپیون ولایت سمرقند گردید. در 6 سالگیش باشد چمپیون ریسپوبلیک ازبکستان گردید و همین آسته از دنبال همین شده با چمپیونات های آسیا و چمپیونات های جهان هم اشتراک ورزیده. در 7 سالگیش وی چمپیون نه تنها آسیا بلکه چمپیون جهان در بین مکتب بچگان گردید. در بسیار دولت های خارجی بودیم، در بسیار مسابقه ها در آن جایها هم وی بسیار دستاوردهای نو به دست آورده. من حاضر وی چمپیون 15 کراته آسیا و چمپیون 6 کراته جهان حساب می‌یابد و در نزدیکی من در شهر مانتلسیوانیا ایتالیا چمپیونات جهان در بین جوانان شده گذشت. از سبب دیر برآمدن ویزا یک بازی اشتراک کرده نتونستیم و از همین سبب یک روز دیر کرده رفتیم. این خیلی باشد هم ما از دوم روز بازی را سر کرده در آخری بازی یک بازی نکرده هم افروزه چمپیون جهان شد. قهرمان لوحه ما افروزه همدم و در مکتب نیز یکی از خوانندگان فعال و پیشصف می باشد. او در برابر اینقدر دستاورد و کامیابی ها هوا بلند نبوده، با دوگانه هایش مهربان و غمخوار است. افروزه منقدی 7 سال به یک تصنیف به خان سید. افروزه نغز دختر اجا خون چمپیون شده هم کبیر نه همخین صمیمی دختر. افروزه به آمد میخواهیم. اولین استادی منی ای بزرگوارم پدر،
همدمی هر شادی و غم نامبردارم پدر. این بیت شاعر گویا از زبان افروزه نسبت پدرش گفته شده است، چون که پدری افروزه اکبر حکیموف همچون مربی اساسی افروزه مدام در پهلویش بوده، غمگسار و شادی شریکش است و در هر یک کامیابی و دستاورد قهرمانی ما سهمی ارزنده دارد. Afruza Hamdamova 42-umr ta'lim maktabi 8-B sinfida o'qiydi, tahsil oladi. Unga o'zim ham shaxsan dars beraman. Uni o'qishi haqida g'ururlanib gapirsa arziydi. Juda ham kamtarona qiz. Necha vaqt, necha kun, necha hafta turnirda yurishdan qat'iy nazar shu maktabga kelgan vaqtida men shu turnirdan keldim yo kecha kelmadim degan bahonalar yo'qdi. U har doim uyga vazifaga tayyor. O'sha jahon chempionligini qanday qo'lga kiritib, qanday oqilona harakat qilsa, uni harakatlari ham, darsda o'qish va nimalari ham ana shunday harakatlari ham ota-onasiga ham juda ham yaqinda munosabatdamiz maktab bilan. Yaxshi, kamtarin ota-ona hisoblanadi. Afruzani o'sha oilaviy nimalari, mana akasi Siyovish bor. U ham shaxmat bo'yicha bir qator chempionliklarni qo'lga kiritgan. Afruza bitta maktabni g'ururi, shoni, bitta oilaning ideal qizi. O'sha O'zbekiston Respublikasida chiroyli, mukammal qiz bo'lish kerak bo'lsa, kamtarin, boli, hayol hammasi ifatli, hammasi Afruzada mujassam. افروزه یک دختره که بی‌غبار و صمیمی، غمخوار و مهربان، اهل عائله و با آداب و با تمکین است. ما وقتی که با او در صحبت شدیم به این اقرار کردیدیم. من شахмат از 4 سالگیم start کردم. وقتی که عمکم که پدرم باز میکردن من با اونها ذوق میبودم. تماشا کردم ایستادم. شахмат به اولین ترینرم پدرم هستن. هر باره که من غالب میشوم bayroq O'zbekiston میبردارم، فخر میکنم که ازبکستانی هستم. بعد نزدیکی در سمرقند چمپیونات جهان عاید به شахмат میشود. من به این چمپیونات تیار دیده ایستادم و امید میکنم که در این چمپیونات شرف ازبکستان را حمایت میکنم. از فرصت استفاده به همه آمد موفقیت میخواهم. ما باری دیگر ظفرهای بیش از پیش تمنا کرده راه زندگیت مدام فروزان باد افروزه چمپیون میگوییم. تو نخوانی نگاهی هسته من، تو چی دانی دلی شکسته من. ای چرا می روی از نگاهم، می کشایی دری بسته من. ای چرا می روی از قلبی من، می کشایی دری بسته من. ای یاری دل آزارم مکن خارم، مکن زارم. آخر تو کجا رفتی؟ من هنوز انتظارم. ای یاری دل آزارم مکن خارم، مکن بیمارم.
نخواهد نفس پر از ناز و پرواز تو می آیی من آتشم برایت باشم قفس یاری ایلازارم مکن خارم مکن زارم آخر تو کجا رفتی من هنوز انتظارم ای یاری دلازارم مکن خارم مکن بیمارم آخر تو کجا رفتی من هنوز انتظارم آخر تو کجا رفتی من هنوز